به نام خداوند بخشنده مهربان و با نام و یاد حضرت صاحب الزمان امام سر و العلن حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه آغاز میکنیم. بهترین سلام ها رو به شما تقدیم میکنم. نام تو بر زبان من آمد آقا جان زبانه شد، سیل گدازه های خروشان روانه شد. گفتم به خاک نام تو را جنگلی سرود، گفتم به شعر نام تو را عاشقانه شد. خیلی خوش آمدید به این ساحت مقدس و پر از رضوان، یعنی مسجد مقدس جمکران. و اجازه بدید در همین ابتدای کلام دردانه کلام رو گره بزنیم به لحظه های شهادت و فراق آقا جانمون حضرت ابوالمهدی امام عسکری صلوات الله و سلام علیه. به همین بهانه به مسجد مقدس جمکران آمدیم، لحظاتی که صاحب عزای این بزم آسمانی و نورانی شهادت امام عسکری آقا جانم حضرت صاحب الزمان هستن. به خانه او آمدیم تا یاد خدا رو در دل جانمون در این مکان آسمانی روشن بکنیم. اما دانای راز بزم ما برادر عزیز و ارجمندم جناب سرخ میرزایی هستن که پیش روی شما بهشون عرض سلام و خوش آمد و تسلیت دارم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. حال شما خوب ان شاء الله. خیلی متشکرم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. خیلی متشکرم. و ابتداء تسلیت عرض میکنم به محضر مقدس امام زمان علیه السلام، سلام الله علیه، شهادت جانسوز امام حسن عسکری علیه السلام رو و اذن میگیرم از کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ان شاء الله گفت و شنود ما مرضی نظر امام زمان باشه. یکی از اتفاقات بسیار خوب درجه یکی که آقای ما حضرت ابوالمهدی امام عسکری سلام الله علیه رقم زدن، ایجاد فضای معرفتی و بصیرتی برای ظهور منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان صلوات الله و سلام علیه. دلم میخواد در این شبی که و این لحظاتی که شب شهادت اوست، ثانیه‌های فراق و دلتنگی و پریشانی برای اوست، از او بگیم، از تلاش‌های مجاهدانه این امام ملک و الملکوت حضرت عسکری صلوات الله و سلام علیه. و آقای سرخ میرزایی برای ما بفرمایید که آقا جانمون حضرت عسکری برای اینکه مردم به باور ظهور و منجی برسن و آماده بشن برای ظهور حضرت صاحب الزمان چه اقداماتی کردن و تلاش‌های ایشان چگونه رقم خورد در سالهای پایانی عمر شریفش. بله، میدونید که آرمان ظهور امام زمان علیه السلام یک دغدغه و آرزوی انبیاء الهی بوده. انبیاء الهی وقتی تلاش میکردن، وقتی مجاهدت کردن، وقتی خون دل میخوردن، وقتی شکنجه میشدن، وقتی به شهادت میرسیدن، در اون خلوت‌های خودشون راز و نیاز با خدا میکردن که این رو مقدمه قرار بده برای آمدن منجی آخر الزمان که به یک سامانی برسه و اون سامان امام زمان. یعنی همه این زحمات انبیا، همه زحمات اهل بیت علیهم السلام بنابر این بوده که بشریت آماده بشه تا خداوند اون معجزه حقیقی خودش رو نشون بده، یعنی معجزه آمدن حضرت مهدی علیه السلام و پر از عدل و داد شدن جهان و شکلگیری اون مدینه فاضله مهدوی. این یک آرزوی دیرینه‌ای بوده و یک آرمان دیرینه‌ای بوده. خب میدونید همه اهل بیت علیهم السلام این دغدغه رو داشتن. بله. از خود وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خود امیرالمؤمنین علیه السلام، فاطمه زهرا، بله، یعنی اینا در خلوت‌هاشون یاد می‌کردن. امام صادق علیه السلام اون نجواهایی که با امام زمان علیه السلام که در واقع از نوادگان حضرت محسوب می‌شدن ولی با تعبیر سیدی، امام صادق شیخ الائمه علیه السلام عجیبی دارن، با تعبیر سیدی یا فرمود اگر من درک می‌کردم او رو کل زمان حیاتم رو خدمت می‌کردم به او. خیلی جایگاه عظیمی داره حضرت و به خاطر اینه که این شخصیت بزرگوار قرار اون نسخه آخر رو برای تکمیل بشریت نشون بده به بشر. خب همه اهل بیت تلاش می‌کردن تا اینکه این سه امام بزرگوار ما، یعنی امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام، اینها در واقع آروم آروم دیگه تلاش‌هایی رو آغاز میکنن. شما ببینید شیعه و اون کسی که ابراز میکنه محبت اهل بیت علیهم السلام رو بعد از واقعه عاشورا به 3 نفر تقلیل پیدا کرد که ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه.
نه اینکه مردم نماز نمیخوندن و حج نمیرفتن و روزه نمیگرفتن، نه خیر، کسی جرأت نداشت ولایت اهل بیت رو ابراز کنه و هزینه‌شو بده. من همینجا عرض بکنم خدمت دوستانمون، به ویژه دوستان جوان، دختران و پسران عزیزمون، این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن حضرت آقا رو من بارها به این دوستان توصیه کردم، قبل از اینکه مسیر زندگیتون رو انتخاب کنید اول این کتاب رو بخونید. همه تلاش اهل بیت و انبیا و شاید بشه گفت اون آیات شریفه قرآن کریم بر این بوده که انسانها اول باور داشته باشند به یک حقیقت صحیح و بعد در مقابل این حقیقت صحیح متعهد باشن، تعهد داشته باشن. آقا در این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بارها تعهدات نبوت، تعهدات توحید و تعهدات ولایت رو بیان میکنن. به زبان خیلی ها صحبت میکنن و از ولایت میگن، اما اون کسی که مثل یحیی بن ام طویل از یاران امام سجاد علیه السلام میومد بین کسانی که رفته بودن زیر چتر بنی مروان، بلند این آیه شریفه قرآن رو که حضرت ابراهیم علیه السلام خطاب بت پرستان میگفت که یا قوم انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله، اینقدر جرأت داشت ولایت اهل بیت رو میومد فریاد میکرد و بعد میگفت ما بری هستیم از بنی مروان. یک چنین باور، یعنی استکبار ستیزی و بعد ایستادگی به خاطر اون اتفاق. شما همون هزینه در صورتی که یعنی الان در این عصر اگه ما بخوایم اون ارتدن ناس بعد الحسین الا ثلاثه رو بخوایم امروزی ببینیم، ملت هایی از آقا خب خیلی خیلی متشکرم. از کنار گنبد و بارگاه مسجد مقدس جمکران کنار شما هستیم. ببخشید برنامه زنده هست، دقایقی محضر مبارکتون نبودیم، کم توفیق بودیم، اما محضر برادر عزیزم جناب سرخ میرزایی هستیم و داریم در خصوص اتفاقات بزرگی که وجود مقدس حضرت ابوالمهدی امام عسکری سلام علیه رقم زدن برای آمادگی شیعیان و همه منتظران برای غیبت امام زمان و البته بیان مفهوم و به تعبیری معرفتی به نام منجی صحبت میکنیم. آقای سرخ میرزایی صحبت‌های خوب و دلانگیزشون رو فرمودن. به اینجا رسیدیم که خود امام عسکری سلام الله علیه از همون مقر سامرا که در حصر و حصار بودن، یک محیط عسکری و نظامی بود، هرچند کمتر دیده میشدن و کمتر بین شیعیان بودن، اما از همونجا امور رو اداره میکردن. وکلاشون کاملا با شیعیان و توده های مردم در ارتباط بودن و ادامه صحبت رو بشنویم. بله، خب این جریان تشیع رو ازت مدیریت میکنن. یه تعبیری رهبر انقلاب دارن در یک کتابی به نام همرزمان حسین علیه السلام. بله. خیلی کتاب خوبی، خیلی کتاب خوبی است. انصافا من خودم خیلی آثار متعدد علمای بزرگمون رو، مخصوصا علمای معاصر رو در زمینه سیره اهل بیت مطالعه کردم، اما در اونجا این تلاش سیاسی حضرات اهل بیت علیهم السلام حضرت آقا تلاش کردن نشون بدن. ایشون میگن یکی از نشانه های این که اهل بیت در حال یک مبارزه حاد سیاسی بودند این مسئله است که چرا باید یک امامی که طبق شناخت برخی از ما مثلا اینها بزرگوارانی بودن، اهل علم بودن، اهل عبادت بودن، به مردم رسیدگی میکردن، در همین سطح ما بعضا حضرات رو میبینیم. خب چرا باید امام حسن عسکری علیه السلام در سن جوانی به شهادت برسه؟ اگر امامی است که کاملا منقاد امر خلیفه است و یک فرد بی آزاری برای خلیفه باشه، جبهه مبارزه نیست، بله، چرا باید حضرت شهید بشه؟ چرا امام جواد علیه السلام که بالاخره در درون خود دارالخلافه است حضرت، اینا خطر احساس میکنن. حتی امام کاظم علیه السلام در زندان هم برای هارون خطرناک. خب نشون میده حضرات یک کنش ها و واکنش هایی رو داشتن. این که میبینید شما گزارش هایی به دستگاه خلافت میدادن که تو اینجا نشسته ای، مردم به دو جا خراج میفرستن، یکی به تو یکی به فلانی. مثلا فرض بفرمایید امام کاظم علیه السلام یا هر بزرگواری از اهل بیت علیهم السلام که بوده، این نشون میده که یک تحرکات جدی داره میشه و در کنار این امام عزیز ما و همه اهل بیت علیهم السلام یک سری از خواص شیعه هستن. خواص شیعه با همون تعبیری که عرض کردم، خواصی که اینها آماده هزینه دادن. شما شنیدید شاید این فرد خراسانی
اومد خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت عرض کرد که آقا چرا شما نشسته اید قیام نمی‌کنید؟ ما در خراسان 10,000 نفر محبان شما هستند، آماده هستند برای اینکه بیان اقدام بکنن، بیان کار بکنن، تو چرا در واقع قیام نمی‌کنی؟ حضرت فرمودند به این خادمی که در منزل بود برو و این آتش رو در تنور درست کن. بله. او رفت و آتش رو فراهم کرد. خب میدونید حضرت امام صادق علیه السلام همه اهل بیت مهربان بودن با شیعه، دوستدار شیعه بودن، میخوان امتحان کنن. وقتی که آتش زبانه کشید گفتن که برو شما در تنور بنشین. آقا عذرخواهی میکنم اگه حرف غلطی زدم، فکر کرد عقوبت حرفشه. حضرت بحث رو رها کردن. هارون مکی وارد شد، داره که نعلینش هم در آورده بود شاید به احترام و ادب حضرت. وقتی رسید حضرت فرمودن هارون تو داخل تنور برو. او بدون اینکه صحبتی بکنه نعلینش رو کنار گذاشت، رفت داخل تنور. حضرت شروع کردن با این خراسانی صحبت کردن. یه مقدار که بحث گرم گرفت و شروع کردن حرف زدن. حالا شاید اون خراسانی با خودش داره فکر میکنه که چه اتفاقی افتاده. هارون آمده. حضرت گفتن برو ببین چه اتفاقی افتاد. رفت نگاه کرد دید اون نشسته داخل اون تنور. حضرت فرمودن ما چنین شیعیانی رو لازم داریم برای اینکه اون اتفاق رقم بخوره و اینها بودند. اینها درست ابتداء امام سجاد علیه السلام فرمودند در کل مکه و مدینه 20 نفر نیستند که ما رو دوست داشته باشند. یعنی این حرف مظلومانه امام سجاد علیه السلام با تلاش خود حضرت و بعد امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا علیهم السلام تا میرسه به امام حسن عسکری علیه السلام. این جمعیت الان جمعیتی است که آماده است فداکاری کنه. حتی جمعیت شیعه تصورش این بود که به همین زودی ها قرار قیام حضرت اتفاق بیفته و آمادگی هایی رو برای خودشون ایجاد کرده بودن. خب بالاخره حکمت حضرت حق بر این نبود. اما میبینید این جریان آمادگی ادامه پیدا میکنه و در عصر غیبت امام زمان علیه السلام میبینید این اتصالات هست. بزرگان شیعه همه آماده هستند برای اینکه جانفشانی بکنند و فرزندانشون رو برای زمینه سازی ظهور حضرت آماده میکنند، تربیت میکنند. خیلی متشکرم. بچه‌ها اگه به من بگن چقدر فرصت داریم ممنون میشم. خیلی متشکرم. چون می‌خوایم یه بخش رو ببینیم. اگه بخشمون آماده هست با هم ببینیم. یک شعرخوانی است از آقای برقی، برمیگردیم و ادامه گفتگو رو ان شاءالله خواهیم داشت. خیلی خیلی متشکرم. مسجد مقدس جمکران هستیم کنار شما با قلب‌های پر از مناجات و دعا و یاد خدا. برای ما نگاهت آفتاب است، چراغان کردن دنیا ثواب است. دعا کردم بیایی زیر باران، دعا در زیر باران مستجاب است. جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد، ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد. بی تو چندیست که در کار زمین حیرانم، ماندم بی تو چرا باغچه‌ام گل دارد. شاید این باغچه 10 قرن به استقبالت فرش گسترده و در دست گلایل دارد. 11 پله زمین رفت به سمت ملکوت، 1 قدم مانده زمین شوق تکامل دارد. جمکران نقطه امید جهان شد که در آن هرچه دل سمت خدا دست توسل دارد. هیچ سنگی نشود سنگ صبورت، تنها تکیه بر کعبه بزن، کعبه تحمل دارد. ایران پرچمدار ظهور. خب دلتون پر از عشق و نور و صفا در این لحظات سوز و گداز برای مولانا حضرت عسکری و اجازه بدید یک بار دیگه شهادت این آقای بزرگوار خدمت شما تسلیت عرض کنم. این یاد خداست که تقدیم حضور شما میشه از کنار مسجد مقدس جمکران. آقای صلح‌زاده در خصوص
آقامون امام عسکری فرمودید که چه اقداماتی کردن برای آمادگی شیعیان برای ظهور امام زمان سلام الله علیه. ما و خانواده های ایرانی و شیعیان و به ویژه جوانان چه کار باید بکنیم که این اتفاق در همون مسیری که امام عسکری ریل گذاری کردن برای ما رقم بخوره و زمینه رو بیشتر و بهتر برای ظهور امام زمان آماده بکنیم و انشاءالله این اتفاق سریعتر رقم بخوره. بله. حالا من یک طرح بحثی میکنم انشالله اگه زنده بودیم. بله. جلسه بعد من بیشتر درباره این مسئله عرض میکنم خدمت بینندگان عزیزمون. اما اونی که عرض کردم میخوام روش تأکید بکنم، حفظ روحیه جهاد و تعهد نسبت به مکتب اهل بیت علیهم السلام. بله. این در ادامه اون عرضی که داشتم که شیعیان اهل بیت این چنین بودن. شیعیان اهل بیت رو برای منفعتشون نمیخواستن، اگرچه که اهل بیت منافع شیعیان رو تأمین میکردن. بله. خود امام حسن عسکری علیه السلام متعدد با همه فشارها شیعیانی که می اومدن حضرت تلاش میکردن مشکلات مادی اینها و مشکلات معنوی اینها رو حل بکنن. حضرات اهل بیت علیهم السلام پناهگاه شیعیان بودن، اون الکهف الحصین بودن. اما شیعه حقیقی اون شیعه‌ای بود که خودش رو سپر حضرت میکرد، مثل سعید ابن عبدالله حنفی در روز عاشورا، مثل زهیر ابن قین که حضرت که نماز میخوندن اینها خودشون رو سپر کردن برای حضرت. ما باید نگاه بکنیم ببینیم در این مدت حیاتمون، حالا ماهایی که یه مقداری شاید به نیمه های سنمون رسیدیم و جوانان عزیزمون که ابتدای راهن، ببینن بزرگان ما، شهدای ما، اون کسانی که دغدغه‌شون این بود که سرباز حضرت و مدال سربازی امام زمان علیه السلام به سینه‌شون نقش ببنده، اینا چجوری زندگی میکردن. شما این دلنوشته شهید رشید رو ببینید، میگه که اون روایتی که هست که خداوند به افرادی که در هر سنی هستن یک منادی ندا میده، نهیبی میزنه. بعد ایشون میگه که من الان باید نهیب 70 ساله ها رو دریافت کنم، ولی احساس میکنم نهیب 20 ساله ها به من داره میاد که جدو و اجتهدو. یعنی یک کسی 70 و چند سالگی از اول زندگیش جهاد کرده و همیشه در لبه های نزدیک به شهادت بوده و آخرم با شهادت همراه با پسر عزیزشون به شهادت میرسن. اما ببینید داره تلاشی که میکنه و عذرخواهی میکنه از خانواده‌اش که من شاید 1 ساعت بیدار میتونم پیش شماها باشم، من عذرخواهی میکنم از شما. این تلاش شبانه روزی اگر اتفاق نیفته و صرفا ما به دنبال کسب منفعت از دین باشیم، نه اینکه منفعت به دین برسانیم و دفاع بکنیم. و البته قرآن کریم می‌فرماید که خداوند کارش لنگ امثال من نیست. اگر یه موقعی من نخوام هزینه بدم برای دین، نخوام تلاش بکنم برای دین و جهاد بکنم، یقینا کسانی بهتر از من رو خدا انتخاب میکنه. بله، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ما باید این مسیر این شهدای عزیزمون و زعمای شیعه رو در طول تاریخ غیبت امام زمان علیه السلام داشته باشیم. خیلی یک دقیقه فرصت داریم و خود حضرت میخوام عرض بکنم یه جورایی قافله سالار زمینه سازی ظهور خودشون هستن. ببینید زمینه سازی ظهور یک امری است که بسیار یک عبادت بزرگ و یک واجب الهی است. خب یقینا خود امام زمان علیه السلام که مقتدای همه ماست درباره همه واجبات، یقینا خودش فرد اوله. اون تلاشی که خود حضرت میکنن برای زمینه سازی ظهورشون، هدایت هایی که میکنن، دستگیری هایی که میکنن، کمک هایی که در طول حیات شیعه هم نسبت به حفظ جمعیت شیعه کردن، هم نسبت به هدایت زعمای شیعه و علمای شیعه فراوانه که حالا در کتب مختلف علمای ما نوشتن. خود حضرت دارن این کار میکنن. اگر من در مسئله زمینه سازی ظهور دارم تلاش میکنم، در واقع به توفیق حضرته و با اقتدای به حضرته. خیلی خیلی متشکرم آقای سرخمیرزایی عزیز بزرگوار. عذرخواهی میکنم کم فرصتمون کم و کسر و کوتاه شد، میخواستیم بیشتر در خصوص جوانان و اینکه خودمون چه وظیفه داریم صحبت بکنیم. ان شاءالله یاد خدای دیگری رو پیش رو خواهیم داشت. شب شهادت مولا اون امام عسکری هست. از آقای سرخمیرزایی خیلی تشکر میکنم. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم محضر وجود مقدس امام سر و العلن حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه. گل یاد شما رو در مسجد مقدس جمکران به عشق امام زمان میکاریم و انشالله که دل اون پر بشه از یاد خدا و تا لحظاتی دیگر که توفیق دیدار پیدا کنی شما رو به خدای مهربان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.